للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. امروز کی نمیگذاره که قرآن در تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکیه و یوغور و تمام ممالک اسلامی در روح زمین کلام الله تطبیق بشه و شریعت نافذ بشه و همه امت اسلامی از ظلم و استبداد و زولانه های تواغیت و کفر و شرک و الحاد آزاد بشن؟ کی نمیگذاره این کار را؟ یهود، نصارا، روافض و به نام مسلمان های اسلام نماهای آمریکایی کیست که این اطمینان و این پیشنهاد برشان میکنند که قانونهای کفری خود را در تمام ممالک دنیا تطبیق کنیم و هر کس در برابر شما استاد شد جنگید، ما با او میجنگیم و او اجازه نمیدیم. این هم امارت طالبان هست. او مردمی که از منبرها به اینا کمپاین میکنن و گپ میزنن و اینا را نظام اسلام میگن و اینا را حکومت اسلامی میگن و از اینا دفاع میکنن و نظام پیامبر و صحابه و خلفای راشدین به اینا نسبت میکنن، روز قیامت الله متعال از اینا سوال خواهد که او مسلمان ها که در کشور اسلامی زیر بیرق‌های تواغیت زندگی میکردن و ظلم زنا و شریعت اونجا میشکست، چرا اجازه ندادن که شریعت الله اونجا تطبیق بشه؟ حداقل در میدان عمل خود بیرون میشدیم. فتح و پیروزی صفت الله متعال است. اگر میتونستیم دنیا رو فتح بکنیم یا نمیتونستیم، به میدان عمل خود بیرون میشدیم. در دعوت هدایت صفت الله است. دعوتگر مسئول به دعوت است، هدایت الله میکنه. در جهاد و قتال و نظام اسلامی فتح و پیروزی صفت الله متعال است. مجاهد مسئول فتح و پیروزی نیست. الله متعال روز قیامت پرسان میکنه که چرا به این آیات جهاد و قتال و دشمنی و ولا و برا و کفر بالطاغوت و کفار عمل نکردی؟ و او الله متعال که به رسول صلی الله علیه وسلم اجازه اطاعت نداد که از کفار و منافقین اطاعت کنه، برای هیچ مسلمان اجازه نمیده. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. ای پیامبر بترس از الله و از کفار منافقین اطاعت نکن و هرگز اجازه نداری. و هیچ عقل در برابر آیات قرآن نمیچله، باید تسلیم بشه همه عقلا به کلام الله.